پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لا یؤمن احدکم، یکی شما مؤمن حقیقی نمیشود. یعنی ترجمه حدیث چنین گفته نمیشد که یکی شما مؤمن نمیشود مفهومش یعنی کافر است، نه، بلکه لا یؤمن احدکم، یکی شما مؤمن حقیقی نمیشود تا آن دمی که من برای او از پدرش و از فرزندش و الناس اجمعین، از تمام مردم محبوب تر نباشم از همه، تا مادامی که مرا دوست ندارد، بالاتر دوست ندارد، ایمان او ایمان کامل نمی شود. بنابراین الله تعالی در سوره احزاب گفت که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای مؤمن ها از نفس هایشان دیده بالاتر است، از خود دیده پیغمبر را بیشتر دوست می داشتند. واقعا مؤمن ها همین گونه هستند، علل خصوص صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم را اگر به خاطر آوریم، واقعا آنها جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را در درجه عالی ترین دوست داشتند. بنابراین عروه ابن مسعود وقتی که کافر بود در صلح حدیبیه، وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان کرام و معامله ایشان را با همراهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشاهده کرد، به نزد کفار قریش رفته گفت که ای قوم، گفت والله من به نزد هرقل یعنی پادشاه روم، و نزد کسرا خسرو یعنی پادشاه فارس، و به نزد نجاشی پادشاه حبشه رفتم. قسم به نام الله، آن محبتی که اصحاب محمد به محمد دارند، یگان پادشاه پیروانش و نزدیکانش او را این گونه دوست نمی داشت. این حدیث در صحیح بخاری است. واقعا صحابگان کرام پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بزرگ می شماریدند. اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخن کنند، به سخن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با تمام وجودشان گوش می انداختند. حضرت انس میگه کأن علی رؤوسهم الطیر، گویا که در سر آنها پرنده نشسته است، تا اینکه پرنده نپرد حرکت نمی کردند. صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم واقعا پیامبر صلی الله علیه و سلم را بزرگ شماریدند. نخواستند که در آن خانه زندگی کنند که در پایان آن خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. حضرت ابو ایوب انصاری وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستند در خانه او زندگی کنند و خانه او یعنی دو آشیانه بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم آشیانه اول را انتخاب کردند. گفت که نه یا رسول الله، من نمیخوام که در بالای شما زندگی کنم. نخواست که بالای پیامبر صلی الله علیه و سلم برد. حضرت عمرو بن العاص میگوید که لم یکن احد احب الی من رسول الله صلی الله علیه و سلم، یگان کس برای من از پیامبر صلی الله علیه و سلم دیده محبوب تر نبود. ولیکن اگر من از وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیده شوم رسول الله چگونه انسان بودند، گفته از خلق پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شوم، من پیامبر صلی الله علیه و سلم را وصف کرده نمیتوانم، چون که من با چشم سیری رسول الله صلی الله علیه و سلم را ندیدم. یعنی که نمیتوانستم از هیبت و بزرگی رسول الله صلی الله علیه و سلم با چشمانم به چشمانشان نظر کنم میکنم از محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم. واقعا صحابه ها پیامبر صلی الله علیه و سلم را در عالی ترین درجه دوست داشتند. وقتی که کعب بن مالک رضی الله عنه به غزوه تبوک اشتراک نکرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که برگشتن در آمده عذر خود را بیان کرد که یا رسول الله من همه عذر خود را بیان میکنم اونایی که اشتراک نکردن. حضرت کعب گفت که یا رسول الله من یگان عذری نداشتم، من اگر در نزد یگان پادشاه یا امیری از امیران دنیا می شدم لقد اعطیت جدلا، من یک انسانی است که سخندان هستم، بسیار صاحب جدل و مناقشه هستم، من از آنجا به یک اسلوب برآمده می رفتم، یعنی خودم را سفید کرده می تونستم. لیکن شما که پیغمبر هستید، اگر من امروز در نزد شما سخنی دروغ گویم و از نزد شما خلاص خورم، فردا الله تعالی وحی می فرارد و مرا سخنم دروغ بودنش رو به شما خبر میدهد. بنابراین من امروز دیگه چاره ای ندارم، در نزد شما سخنی راست میگویم. وقتی که گفت که من بی یگان سبب به غزوه اشتراک نکردم، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که اما هذا فقط صدق،
این راست گفتن. بعد صحابگان کرام رو منع کردن که یگان انسان همراهی کعب بن مالک سخن نکند، سلام علیک نکند، رفت و آمد نکند. حتی همسرانی اینها رو منع کردن از نزدیک شدن به اینها و خدمت اینها. 50 روز در زمین میگه کعب بن مالک مانند شتر عجرب میگشتیم. شتر عجرب یعنی شتری که به پوستش یه بیماری رسیده است که اگر به دیگر شترها رسد بیماری سرایت میکند. بعد مردم این شتر رو دفع میکردن، سور میکردن از نزد خودشون که تا اینکه به مردم هم نرسد و به شترها هم آمیخته نشود تا اینکه بیماری پهن شود. مانند شتر عجرب بودم. خیلی که الله تعالی ما رو در قرآن وصف کرد وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض. الله تعالی میگه که زمین با وجودی وسیعیش برای آنها تنگی کرد. ضاقت عليهم الارض بما رحبت. زمین با وجودی وسیعیش برای اینها تنگی کرد. و ضاقت عليهم انفسهم. نفسهایشان برایشان تنگی کرد. هیچ کسی، آنها محبوس نبودند، آنها زندانی نبودند، آنها میگشتند در روی زمین ولی به داخل نفس خودشان گنجایش نداشتند از سبب آنکه پیامبر صلی الله علیه وسلم منع کردن معامله را با آنها. در همین حالت بود. میگوید یگانه شخصیتی که از من باید روی نمیگرداند این پسر عمکم هست. محبوب ترین شخص برای من پسر عمکم بود و او مرا خیلی دوست می داشت. بنابراین من 100% باوری کامل داشتم که یگانه شخصی که مرا در این حالت تنها نمیگذارد این پسر عمکم است. بعد به نزد پسر عمکم رفتم، به باغش رفتم که در باغش کار میکرد. وقتی که وارد باغ شدم برای او سلام دادم. فوالله ما رد علی السلام. قسم به نام الله تعالی که به سلام من علیک نگرفت. برای چی؟ برای آنکه النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. پیغمبر برای مؤمنان از نفسهاشان دیده اولاتر بود، حالا که پسر عمک یا پدر و فرزند. پیغمبر وقتی که من کردن که قطعی اینها صحبت نکنید، یگان کس دیگر قطعی هاشون صحبت نکرد. این بود محبت صحابگان به پیامبر صلی الله علیه وسلم که در سیره صحابه ها، در ترجمه حال آنها مملو از محبت پیامبر صلی الله علیه وسلم است که نمیشود همه آن را در این وقتی تنگ ذکر کرد. خلاصه هر یک بنده مسلمان باید پیامبر صلی الله علیه وسلم را چه خیلی که گفتن از پدر و مادرش، از فرزندانش و از تمام مردم باید دوست دارد. و نشانه این محبت هم چه خیلی که الله تعالی در سوره آل عمران گفت قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو ای پیغمبر اگر شما الله تعالی را دوست می داشته باشید پس مرا پیروی کنید، الله تعالی شما را دوست می دارد. کسی که پیروی به سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم می کند، پیغمبر صلی الله علیه وسلم را دوست دارد، اطاعت پیغمبر کند، در نتیجه الله سبحانه و تعالی او را دوست می دارد و یغفر لکم، و در نتیجه الله تعالی گناه شما را می بخشد. وقتی که اطاعت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکنید و الله تعالی میگه واتبعوه لعلکم تهتدون، شما پیروی به پیغمبر کنید تا اینکه هدایت یابید. بنابراین سزاوار است که به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بنده مومن عمل کند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم را دوست دارد، سیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم را آموزد، حدیث های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را آموزد. ما خیلی که از صحابگان مثال آوردیم، بعد صحابگان تابعین و تبع تابعین و امام ها هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را همین گونه دوست می داشتند. امام مالک می گویند که ما به نزد ایوب سختیانی در آمدیم، وقتی که به او حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را ذکر می کردیم بکا
گریه میکرد حتی نرحمه، حتی ما او را رحم میکردیم. محمد ابن منکدر رحمت الله علیه وقتی که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را قرائت میکرد خود را داشته نمیتونست و گریه میکرد. امام مالک رحمت الله علیه حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را به طهارت نمیخواندند، همچون اجلال و بزرگ داشتی سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم. امام بخاری حیاتشان را نظر کردند برای حفظ حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفتند که 100,000 حدیثی صحیح از یاد میدانم حفظ کردم، 200,000 حدیثی ضعیف از یاد میدانم. بنابراین سزاوار است که بنده مومن، بنده مسلمان حیات خود را به شنیدن سخن های پیامبر صلی الله علیه و سلم، به حفظ کردن حدیث های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم پر کند و روز قیامت تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم را با روی درخشان واخورد. پیامبر صلی الله علیه و سلم خوش خبر دادند آن شخصی که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را حفظ میکند نضر الله امرا، الله تعالی رویش را پر نور و منور گرداند آن شخصی که حفظ مقالتی، سخن من را حفظ میکند، فادها کما سمعها، پس چه خیلی که حفظ کرد همان گونه به مردم ادا میکند، به مردم میرساند. علما در شرح این حدیث گفتند که الله تعالی رویش را در دنیا و در آخرت پرنور و منور میکند. گفتند و این حدیث دلالت میکند که محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم از ایمان است و محبت مردم چه خیلی که امام قرطبی گفتند همه مؤمن ها پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست می‌دارند، لیکن برابر نه، بعضی ها بسیارتر، بعضی ها کمتر. به قدر محبتش به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان دارد. ایمانی کسی زیادتر باشد پیامبر صلی الله علیه و سلم را بیشتر دوست می‌دارد، ایمانی کسی پستر باشد پیامبر صلی الله علیه و سلم را پایانتر دوست می‌دارد. و این حدیث دلالت می‌کند که ایمان قول است و فعل است، زیاد می شود و کم می شود، که این عقیده اهل سنت و الجماعت است که امام بخاری در این کتاب ایمان که کتاب عقیده است تصدیق میکنند و اثبات میکنند که عقیده اهل سنت و الجماعت عقیده صحیح است که ایمان واقعا زیاد و کم می شود و ایمان قول و فعل است. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.